عبدالله ابن عمرو ابن عاص میگه که رسول الله صلی فرمود ان الله قدر، بدون شک الله اندازه کرده مقادیر الخلق، تقدیرات مخلوقات، مقادیر الخلائق، تقدیر مخلوقات، چیزهایی که در زندگی مخلوقات میایه و اندازه شده الله را اندازه کرده که قبل ان یخلق السماوات، پیش از اینکه آسمان ها را خلق کنه، والارض، و پیش از اینکه زمین را خلق کنه، به 50,000 سنه، به 50,000 سال پیش. یعنی پیدایش آسمان زمین فکر کنین و 50,000 سال پیش از او را فکر کنین. ولی از پیدایش آسمان زمین بسیار وقت تیر شده. پیدایش انسان را ببینین چقدر تیر شده، در این نظریات مختلف است. با جن پیش از ما و شما جنیات بود، پیش از او دیگه حیوانات بود. نه حیات در روی زمین، حیوان زی روح کی پیدا شد؟ فعلا نمی ساینسدانان تحقیق میکنن. با زمین ببینی کی پیدا شده، با آسمان ها چقدر قدامت داره. اینا باز او را که تاریخش معلوم کردی چقدر سال پیش است، با 50,000 سال دیگه هم پیش. فکر کن که به میلیون ها و میلیارد ها سال میشه که ایام دیگه یک تخمین است. یعنی ما در پانزه زمین شناسی پرسان کردم، یکی دکتراست بسیار چندین قسم سرتیفیکیت ها و گپا داره درباره خاک شناسی و زمین شناسی و امی. باز ما گفتم امی زمین چی میگه ساینسدان ها چقدر وقت پیش پیدا شده؟ گفت از نگاه حیات 3 الی 4 میلیارد سال میشه. 3 الی 4 میلیارد سال، 1 میلیاردش 1000 میلیونه، یعنی 4000 میلیون سال از نگاه حیات. از نگاه خاک گفت 7 میلیارد سال. خاکشه که ما قدامتش تحقیق کردیم که 7 میلیارد سال سری خاک وقت تیر شده، یعنی 7000 میلیون. و آسمان ها قبلا خلق شده از زمین کرده، او را که فکر کنی باز ازیم کرده دیگه پیش میری. خب تقریبا بعض کسایی که ایرانی ها تحقیق کرده بودن ساینسدانایشان میگن از پیدایش آسمان و زمین 123 میلیارد سال میشه. 123 میلیارد، یعنی 123 هزار میلیون سال پیش از او هم که در 50,000 سال دیگه هم پیش از پیدایش آسمان الله می تقدیرات ما، چیزی که در زندگی عمل همه چیز نوشته شده. یعنی میالی که اینمیشه دینمی ساعت ششتیم میلیاردها سال پیش الله را نوشته کرده. یعنی انسان ها میان دینمی وقت در فلان جا میشینن و چی عمل انجام چی میکنن تا مرگ ما، تا ای که میره و ما خبر نداریم. نه فردا چی میکنیم، پس فردا 10 سال بعد چه وقت زنده هستیم، کلش پیش الله واضح و روشن. و الله به می علم داشت تا یک قدر دقیق و نوشتهش کرده است که حالا باید براتون میگم که چند چیز. بعد از او چند چیز در تقدیر شناختش ضروری است، چند چیز براتون بیان میکنیم. سعی کنین رسول الله هم گفت که ان الله قدر مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنه. قال عرشه على الماء، عرش الله به بالای آب بود. یعنی در وقت که آسمان و زمین خلق نشده تقدیره و عرشش به بالای آب بوده. وقتی بوده که عرش وجود داشته، آب وجود داشته و عرش به بالای آب بوده. این را حکم اجمالی میگه، الله یک حکم اجمالی کرده. قدر چی را میگه؟ جزئیات ذالک الحکم و تفاصیلش. جزئیات همین حکم تفصیلش که در زندگی ما میگه، این را تقدیر میگه. هر آن ما کدام کاری را که میکنیم تقدیر. قضا چی؟ او نه میلیاردها سال پیش درباره فیصله شده و نوشته شده.